نماز این ستون دین است. همه ما و شما ستون میدانیم. هیچ عمارت به پایه نمی ایستد. هر یک چیز دنیا به خود یک پایه دارد. نماز هم پایه دارد، اسلام هم پایه دارد که پایه اون نماز است. نماز ستون دین است. نماز این نور مؤمن است. نماز این چراغ قبر هست. نماز این تاج مؤمن در روز محشر است.